سلام، صبح همتون بخیر. از این لوکیشن قشنگ نگاه کنید. تقریبا 7 صبح، بقیه خوابن. من اومدم بیرون که یکم اطراف رو ببینم و یکم فیلم بگیرم. امروز روز دوم مسافرته. خالد رفته نون بخره، هنوز برنگشته. بقیه خوابن بچه ها و ما قرار صبحونه بخوریم و بعدش راه بیفتیم به سمت مقصد بعدیمون که به تو همونطور که دیروز گفتم داریم میریم به سمت کرواسی و این بعد از فکر میکنم اسلوونی هم بگذریم، ولی اونجا نمیمونیم، رد میشیم فقط ازش. از اینجا تا کرواسی هم حدودا 4-5 ساعت راهه. اینطوری دیگه یه 3-4 روز اونجا میمونیم و بعدش هم برمیگردیم خونمون. اینجا رو نگاه، گاوا رو. خلاصه که این خانومی که صاحب اینجاست و اینجا رو اجاره میده یه خانوم خیلی خیلی خوش اخلاق و بی نهایت تمیزه. من از یه خونه روستایی واقعا انتظارش نداشتم که انقدر تمیز و همه چیز خوب باشه، ولی خب خدا رو شکر خیلی تمیزه و خیلی هم مهربونه. برامون تخم مرغ محلی آورد دیشب، قرار الان درستش کنیم. برامون پنیر محلی آورد، خودش درست کرده بود. گفتش که شیرم داره، شیر گاو، ولی خب ما گفتیم نمیخوایم چون نمیدونیم که معدمون چجوری میشه. تا حالا شیر محلی نخوردیم، اصلا نمیدونیم که چقدر مثلا باید بجوشونیمش یا اصلا چجوری میشه خورد. خلاصه که گفتیم شیر نمیخوایم، ولی ببخشید تخم مرغ و پنیر برامون آورد. خیلی هم دور نه، من دلم میخواد برم بیام تو سایه، ماشینت لهم کنه. دلم میخواد برم پیش گاوا ولی میترسم، ولی از همین دور یکم فیلم بشیم. سلام. چه بد به من نگاه کرد. این گاوا دیشب توی طویله بودن، ولی من خواستم برم پیششون که تعدیل شده بود، در طویله رو بسته بودن چون فکر کنم بعد میخوابیدن. اینجوری از این گاوا چرا هیچ کدومشون شیرده نیست؟ اون پنیرها رو از کجا آورده بود برای ما؟ خانومی که اینجا بود به ما میگفتش که الان رو نگاه نکنید که هوا انقدر اینجا خوبه و آفتابی و سرسبز. 3 ماه حدوداً آفتاب نداشتن. وی نه یا مادر. این گاوه کام مزاحمش شدم اومد سمت من بهتره برم از اینجا. ادامه بده به چرات، من با تو کاری ندارم. خب فکر میکنم تابستون خیلی قشنگتر بشه. البته از این که قشنگتر واقعا نمیشه، ولی هواش الان خیلی خنکه. یعنی قشنگ من اینطوری اومدم بیرون حس میکنم باید یه چیز ضخیم‌تر میپوشیدم. توهم دارم گاوه نیاد دنبالم. نگاه کن، زمستونا از این هیزوما فکر کنم استفاده میکنم. آره دیگه، من وسیله گرمایشی دیگه ای ندیدم، ولی با اینکه من وسیله گرمایشی توی این خونه که هستیم ندیدم و هوا نسبتا خنکه و دیشب واقعا سرد بود بیرون، داخل خونه کاملا گرم بود و اصلا احتیاج نبود که یه چیزی رو روشن کنیم، یعنی یه وسیله گرمایشی باشه. حالا میخوام برم ببینم مرغا چی کار که یه سگ خوشگلم دارن. ما با اینکه کیویو داریم ولی من متاسفانه چون بزرگه یه کوچولو ازش میترسم، چون یهو هم میدوه سمت آدم و اینجوری دیگه. یه گربه پیشی ملوس هم دارن که ویدیوشو گرفتم، اونم خیلی
احساس صمیمیت میکنه با آدم و بدو میخواد بیاد که نازش کنی. آقای نمیدونم داره کجا میره، صاحب خونه است، صاحب اینجاست. من ازشون فیلم نمیگیرم چون ممکنه دوست نداشته باشن. فضولی کنم اینجا پشت خونه است، اون بالا متاسفانه دارن نمیدونم جاده سازی میکنن چی، یه کوچولو سر و صدای این ماشینای سنگین میاد. وای چقدر اینجا قشنگه. البته من اینجا دیروز بودم، دارم سگه نیاد سورپرایزم کنه، ولی شما ببینید دیگه زندگی و اینا دارن. آقای سگ کجاست؟ ماگن بریم پیش مرغا. وای سلام. وای چقدرم زیادن. وای چقدر از شانس ما اون بالا دارن فکرم جاده میسازن و سرصدای این ابزارالاتشون رو نمیدونم، این ماشینای سنگین هم خیلی زیاد میاد. میشنوی؟ ایفا مرغابیام اومدن. کنید سلام. بچه با وجود این که زندگیشون زندگی روستاییه خب و خب گاو و مرغ و خروس و همه چی که خب ربط پیدا میکنه به زندگی روستایی رو دارن، ولی توی خونه‌هاشون خیلی مدرنه. حالا مدرن منظورم اینطوری که حالا همه چیزشون اسمارت باشه و اینا نه، ولی اصلا با سختی زندگی نمیکنن مثل روستاهایی که ما میشناسیم که خب حتی بعضیاشون برق و مثلا گاز لوله کشی و اینا نداشته باشن. البته اونم قشنگه ها، خب سختی‌های خودشو داره، ولی اینا با اینکه زندگی روستایی دارن ولی از این نظر سختی ندارن و همه چی دسترسی دارن. هر چیزی که توی شهر هست اینجا هم هست. خود اون خانومه دیروز اومد با ما سلام و احوال پرسی کرد و گفت اگه چیزی احتیاج داشتین به من بگین و اگه غذایی چیزی می‌خواستین. بچه‌ها اینو می‌خواستم بگم، برامون تخم مرغ محلی آورد، 10 تا دونه تخم مرغ محلی که قیمتش شد 14 یورو و به نظرم خیلی زیاد بود با اینکه خب آره محلی هن و از این مرغ خروس خنگان، ولی خب 14 یورو برای 10 تخم مرغ خیلی زیاد بود به نظرم. این دوتا زن و شوهرن. تخم مرغا فکر کنم از این دوتا بود که آره یه کمی گرون بهمون داد، ولی خب درآمدشون از همین چیزاست که میفروشن دیگه. این جایی هم که اجاره میدن و فکر میکنم تازه ساختن، ما اولین نفراییم که اومدیم اینجا چون همه چیز خیلی نو و تمیزه. همه چی خیلی نو و تمیز بود و من هیچ کامنت و نظری ندیدم توی اینترنت که بقیه گذاشته باشن. خواستم ببینم نظر بقیه چی بوده در مورد این خونه، ولی خب هیچی پیدا نکردم. ولی من حتما براشون یه کامنت خیلی خوب می‌نویسم چون همه چیزشون خیلی عالی و تمیز بود. اون دوتا رو می‌بینین چه واسه هم رفتن توی قیافه میخوان بزنن همدیگه رو تیکه و پاره کنن. یکیشون مثل این که کوتاه اومد بیا حالا اشکال نداره. این دوتا مرغ عاشق رو ببینید، به هیچ جاشون نیست بقیه هم دیگه رو میکشن، هر کار میکنن اینا واسه خودشونه.
خودشون یه جا دارن، میبینید یه حالت اینطوری آب یا نه. خلاصه که به منم خیلی محل نمیدن، از من دور میشن. این دوتا هم فکر کنم با هم پارتنرن، هر جا اون بزرگه میره اون یکم تیک 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 دنبالش میداره. خداحافظ. برم بالا صبحونه بخوریم، حاضر شیم و بریم به مقصد بعدی. مادم نشستم توی این تابه، دلم میخواست برم به اون خانمه بگم که من اجازه بده که وقتی داره شیر میدوشه منم برم ببینم، ولی خانومه رو پیدا نمیکنم. راستش کمی هم جرئت نمیکنم برم پیش گاوا، ولی قشنگه که آدم از نزدیک ببینه، به شرط اینکه جرأتش هم زیاد بشه. ولی خب اگر اجازه میداد یه کاریش میکردم، میرفتم. یا مثلا مرغا رو وقتی بهشون دونه میداد یا تخم مرغشون رو جمع میکرد، تخمشون رو جمع میکرد، دوست داشتم که پیششون باشم که این کارو مثل این که خیلی خیلی صبح زود انجام میدن و صبر نکردن دیگه. آره منتظر بودن که من پاشم، من خواب بیدار شم، به مرغاشون غذا بدن، تخمشون رو جمع کنن. خلاص اینجوری من کم کم برم بالا، صبحونه بخوریم و بریم پی کار زندگیمون. موهای منم که اینطوری میبینید، آب و هوای آلمان و البته خب اینجا اتریشه ولی شبیه آلمان همینطوریه. من همین 10 دقیقه پیش موهامو قشنگ سشوار کشیدم، ولی 10 دقیقه است عمرش دیگه. موهای منم اینجوری قبول کنید. الان برم بالا صبحانه نوش جان کنیم و بریم به مقصد بعدی. با من باشید. خواب بیدار شدی؟ بله خیلی خوبم خواب شدی. آره نهار خوب خوابیدی؟ امروز دیگه نمی‌کنم. آره دیگه. یه شنا می‌کنیم. خب خیلی اول شنا کرده بودم. حالم آماد. خب الان شما 2 نفر باید برید چیکار کنید؟ صبحانه بخوریم، دست رو بشوریم و مسواک بزنید. بزنیم و بعد از اون آماده شیم که بریم کرواسی. یا اسمش چی؟ کرواسی قشنگ. خیلی هوا سرد خوبه. آره می‌بینی؟ اون سایده هم خیلی بد بودا. سگه رفت. آره خوب. سگه خیلی ترسید از کیوی. میخوام الان شما رو 2 تا رو بفرستم برین تخم اون مرغا رو جمع کنید برای من بیارید که برای صبحونه بخوریم. میرید؟ میریم ولی دستکش باشه میریم. چرا اونا تمیزه؟ مطمئنی؟ آره. میدونستی چیزه یه چیز بگم، مادر بزرگ من مرغ خریده تو روستاشون 4 تا مرغ. وای خوش به حالش. تخم مرغ خیلی خره. نقل میری تخم مرغ بیاری؟ کجا هست؟ اونا تو لونه‌شون. خیلی سرده هوا. خب دیگه باید از بینشون رد بشین. تازه خروسا هم نگهبان تخم مرغان. حالا اگه اینا بیزارن یه نوک هم میزنن. میزنن تو کتکتون میزنن؟ اصلا کجا آدم میره تو؟ خب پس برید شیر بیارید از گاو بدوشید. میتونی؟ همسایه است اگه بلم نیستم. خب اجازه میگیرین؟ گاوا رفتن چرا؟ من الان پیششون بودم. واقعا؟ آره. کاش که من میومدم ولی ما خواب. خب برید دستوراتتون رو بشورید. گاوا کشن. گاوا رفتن چرا؟ رفتن علف بخورن. خواهد چقدر دیر کردی؟ 22 کیلومتر فاصله داره. اوه. سوپرمارکت 22 کیلومتر فاصله داره. چی خریدی؟ گوجه و نون. املت درست کن. ما حاضر شدیم داریم میریم به مقصد بعدی. داریم یکم عکس میگیریم. اونام آقایونم اونجا منتظرن. فکر کنم خالد میخواد باهاش حساب کنه برای چیزایی که خریدیم و این اجاره اینجا دیگه. اجاره اینجا شد برای یه شب 220 یورو. یه لحظه ببینم خالد چی میگه. منو اینجا چیز کرده، عکاس کرده، میره تیپ میزنه میاد من ازش عکس بگیرم. گوتن مارگن. خب ما سوار ماشین شدیم که بریم به سمت کرواسی، ولی سر راهمون میریم کجا خالد؟ کونیکسی. یکم توضیح بده بودم. کونیکسی خب چی هست؟
دریاچه خیلی خوشگل. تشکر. یه دریاچه خیلی معروفه کونیکزیم توی همین ایالت که ما توش هستیم، توی بایر. دفعه قبلی که ما اومده بودیم اینجا یه دور رفته بودیم، خیلی جای قشنگیه، ولی خب گفتیم الان که سر راهمونه دوباره بریم، خالی از لطف نیست. اگه بگیرن کیوی رو دیگه رفته کیوی. مورم بگیرن رفتی امروزه. حضوری هم. چه جوری میترسه کیوی؟ چی میگی؟ ترسو. داره میره اون رو حمله کنه. اینجا هم دریاچه‌ای که گفتم کونیکزی، اون قسمتش هم یه بازار چطور داره، ولی اینجا که الان اومدیم خیلی سرده، نزدیک آبه و خیلی سرده. این وروجک هم که میبینید فقط دنبال منه. خالد نه خالد 2 سال پیش تقریبا اومده بودیم اینجا، عید بود نه؟ ولی هوا از این خیلی گرمتر بود. آره. الان عید چی بود؟ نوروز. ولی الان با اینکه اواسط اردیبهشت فکر کنم، ولی خیلی سرده نیست؟ خنکه. اینجا باید حرف بزنی. خنکه آره. خیلی دیگه. من با این دارم یخ میزنم. ارتفاع اینجا خیلی بالاست آخه. ولی ما اون دفعه که رفتیم تا اون بالا اینجاها فکر کنم آره. رفتیم از اون بالا نگاه کردیم دریاچه رو. از اون بالا سوار کشتی می‌کردن قشنگ، بعد می آوردن تا اینجاها. الان این کشتی هم اون صفی که اونور می‌بینید دوستان، اون صفی که اینجا دارید می‌بینید، اینا همه وایسادن که نوبتشون بشه برن سوار این کشتی‌ها بشن. ولی خب خیلی قشنگه، میبره تا اونور این دریاچه، یه دور میزنه برمیگرده. سرده؟ یخه. اوه. این نمیشه رفت. مازه باش. ای وای. سنگش. جلبک داشت. بابا اینا ماشین یخ نمیزنن. یخ میزنه بابا. یخ نمیزنن. دمای بدنشون با دمای بدن ما فرق خون سرده نه؟ بدن داره. کدام خون سرده اینا؟ آره. نمیدونم.
میشست یه دفترچه هم میذاشت روی پاش، اصلا هم با خالد حرف نمیزد، داد و بیداد نمیکرد، ولی هیچی به خالد نمیگفت که مثلا این قانون بعد اینه. تهش کل ایراد میگرفت. چی؟ تهش کل ایراد میگرفت. نه ایرادم نمیگرفت، مثلا با خالد حرف نمیزد. خب آخه یه چیزی یاد بده دیگه. نه هیچی، همینطوری مثلا میشست، خالد هم رانندگی